سال 1948 سویشیرو شرکت هوندا موتور رو در میناتو ژاپن تأسیس کرد. مهندس و صنعتگر خوشفکر ژاپنی به گونه‌ای عمل کرد که شرکت هوندا را از یک کلبه چوبی که در آن دوچرخه‌های موتوردار تولید می‌کردند به یک شرکت چند ملیتی تولید کننده خودرو و موتورسیکلت تبدیل کرد. در سال 1949 اولین موتورسیکلتی که توسط هوندا طراحی و توسعه پیدا کرده بود روی خط تولید این شرکت رفت به اسم دریم. در سال 1955 هوندا به بزرگترین برند موتورسیکلت ژاپن تبدیل شد. سال 1956 هوندا با شعار ما متعهد به ارائه محصولات با بالاترین کیفیت و در این حال با مناسبترین قیمت برای شما هستیم وارد بازار جهانی شد. سال 1958 سال تولد یک سوپر استار توسط شرکت هوندا بود. شاید فکر کنید که منظورم از سوپر استار یه موتورسیکلت خفن با انجین عجین باشد، اما منظورم هوندای سوپر کاپ است. یه موتورسیکلت ساده و مقرون به صرفه برای کل جهان.